همونطور که میدونین رودبار شهر زیتون استان گیلانه و قبلا هم اینو بهتون گفتم که هر شهری شامی‌های خاص خودش رو داره. حالا امروز میخوام بهتون شامی رودباری معروف رو آموزش بدم که طعم بی‌نظیر روغن زیتون توش معجزه میکنه. دوستان عزیزم سلام، بهنام رستمی هستم و بریم که با هم شامی رودباری درست کنیم. مقدار مواد لازم شامی رودباری برای 4 نفر هم این هاست: گوشت چرخ کرده نیم کیلو، سبزی های معطر 2 قاشق غذاخوری، پیاز 2 عدد، گوجه فرنگی 4 عدد، روغن زیتون به مقدار لازم و نمک و فلفل و زردچوبه و گلپر. برای درست کردن شامی رودباری اول گوشت چرخ کردمون رو که بهتره چربی نداشته باشه با پیازی که رندش کردیم و آبش رو گرفتیم تا باعث ترک خوردن شامیمون حین پخت نشه، با نمک و فلفل سیاه و زردچوبه با گلپر. بعضیا شک میکنن اون توش گلپر نمیریزن ولی فوق‌العاده‌اش میکنه. به همراه سبزی محلی پلنگ مشک به گوشت اضافه میکنیم. حالا اگه سبزی محلی ندارین میتونین از سبزی‌های معطر دیگه‌ای مثل ریحون بنفش و شنبلیله و چوچاق و خالواش استفاده کنید. بعد مواد رو حسابی هم میزنیم تا کاملا به خورد هم برن و بعد چند دقیقه ورزشون میدیم تا چسبندگی لازم رو پیدا کنن و 1 ساعت داخل یخچال بهشون استراحت میدیم. بعد از این مدت باید توی مایتابمون روغن زیتون بریزیم. حالا شامیا رو به اندازه کف دست، یعنی جوری که شامیا بزرگ باشن ولی نازک، توی دستمون شکل میدیم و با حرارت ملایم کمی توی روغن سرخشون میکنیم. ببینید ابعادش رو، نازکی شامی رو هم نگاه کنید. باید به این صورت به شامی ها شکل بدیم. اگه دوست دارین یه شامی گیلانی معروف دیگر رو هم یاد بگیرین، آموزش شامی رشتی هم توی پیج هست. پیشنهاد میکنم حتما ببینیدش و درستش کنین، لذتش رو ببرید. در حین سرخ شدنم با قاشق روغن زیتون رو میریزیم روشون تا بهتر مغز پخت بشن و شامی ها خوب طعم روغن زیتون بگیرن. بعد از اینکه یه برشون یه کم سرخ شد، برشون میگردونیم تا اون طرفش هم کمی سرخ بشه و بعد از اینکه 2 طرف شامی هامون همین قدری که دارید میبینید سرخ شد، میذاریمشون کنار. حالا توی همون روغن زیتونی که شامیا رو سرخ کرده بودیم یه پیاز نگینی و ریز خورد شده رو تفت میدیم تا سبک و طلایی بشه. بعد از اینکه پیازمون طلایی شد، گوجه های رنده شده رو میریزیم توش و اونها رو هم با پیاز و روغن زیتون تفت میدیم تا آبش یه مقدار کشیده بشه. بعد به گوجه هامون نمک، فلفل سیاه و گلپر اضافه میکنیم و موادمون رو تفت میدیم تا آبش یکم کشیده بشه. آب گوجه ها تقریباً باید نصف بشه. وقتی که آب گوجهمون یه ذره کشیده شد، شامی هایی که سرخ کردیم و گذاشتیم کنار رو میچینیم داخل سس خوشمزمون تا حدود 45 دقیقه بپزه و این شامی خوشمزه و متفاوت شمالی که طعم بهشت میده آماده خوردن بشه. لطفاً اگه این آموزش رو دوست داشتین، برای دیدن آموزش‌های بیشتر و حمایت از من این صفحه رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید و نظرات خودتون رو در مورد شامی رودباری برام بنویسید. این هم از شامی رودباری خوشمزه و جذاب ما، یه شامی متفاوت با طعم روغن زیتون که مطمئنم عاشقش میشید. شامی رودباری رو هم میتونید با نون سرو کنید و هم با برنج. و بهشت زیر دست آشپز هاست و بس نوش جانت.